سلام. میخوایم یه دستگاه ظرفشویی بوش داریم تست کنیم بخش اینورتر موتور پمپ تخلیه و ببینیم آیا بردمون درست دستور میده یا نه. دستگاه روشن میکنیم، یه برنامه شستشو انتخاب میکنیم و میایم بغل برد. ما این سیم کشی های برد رو تستر رو از روی سوکت UVW موتور انتخاب کردیم. الان داره دستگاه کار میکنه، تستر هم داره کارش انجام میده. اگه مشاهده فرمایید همون سیم اصلی که میره به موتور و تستر داره این کار انجام میده. الان تستر داره جت پمپ ما رو تست میکنه. جت پمپ تست میشه، قطع میکنه و آبگیری شروع میشه و این فرآیند طی شستشو همه رو چک میکنه و به راحتی میتونیم ببینیم که آقا جت پمپ خرابه، پمپ تخلیه خرابه یا برد اصلی مشکل داره.